دوستان همونطور که میبینین این بازی ماینکرافت هستش ولی مونتا و کرک نیست. خب یعنی شما بخوای یه مپ بزنی قشنگ چی مپو بزنی ولی نمیتونی کریتیو کنی، نمیتونی هاردکور بازی کنی یا نمیتونی مثلا ریسورس پک بریزی یا هر چیز دیگه. تا مولتی پلیرش کار نمیکنه. میگه اگه میخوای مولتی پلیر کنی باید کل بازی رو بخری از توی ماینکرافت استورزی، مایکروسافت استور چیزی، یا نسخه پریمیومش به قولی بخری یا هر چیز دیگه ای. حتی شما داخل سروراش هم نمیتونی بازی کنی، اگر اینترنت وصل باشه بازم نمیتونی بازی کنی. چرا؟ باز بهت گیر میده، میگه باید فول گیم رو به قولی آنلاک کنی. حالا من آنلاک کردم ولی الان متاسفانه کرکش پاک شده. الان با هم دیگه همین کرکش رو فعال کنیم و بهتون یاد بدم چطوری این ماینکرافت بدراک به خوشگلی رو بریز داخل کامپیوتر لذت حلال ببری. پس تا قبل از هر چیزی ویدیو لایک کن، یه کامنت خوشگلم برام بذار و سابسکرایب فراموش نشه، چون حداقل 30 تا بیشتر از اون سابسکرایب خودم میبینن. حالا اون سابسکرایب خودم میبینن یا نشه دیگه کار ندارم. چیزی که هست، ما به چند تا برنامه نیازمندیم. عذرخواهی میکنم. به چند تا برنامه نیازمندیم. یکی خود برنامه اصلی ماینکرافت لانچره که از خود اینترنت باید دانلودش بکنی که بهتون الان آموزشش رو میدم. چیز دیگه هست، باید کرکش رو دانلود کنین که اینم براتون فایلش رو میذارم داخل چنل تلگرامم. اونایی که تلگرام ندارن کامنت بذارن که لینک دانلود مستقیمش رو براشون بذارم. اونایی که کلا خصیصا کامنت نمیذارن برن تو کامنت هایی بگردن که تلگرام ندارن که براشون لینک تلگرام براشون گذاشتم تو دیسکریپشن نمیذارم، باید کامنت بذاری. از این آره من از شما خصیص دارم. داشتم بهتون میگفتم یک برنامه دیگه هم هست، باید شما از داخل اینترنت دانلودش کنین که از طریق برنامه شما میتونیم به این برنامه به دست برسین. بعد عرضم به حضور شما وقتی به این رسیدین اینو شما استخراجش میکنین و به این میرسین. آره قبل از هر چیزی ما باید چیکار کنیم؟ ماینکرافت بدراک ادیشن رو داخل سیستممون دانلود و نصبش کنیم. یعنی سرچ میکنیم ماینکرافت بدراک لانچر و اولین سایتی که میاد رو شما واردش میشین. همچین سایتیه، این لینکشو اینجاست. حالا اگه خواسته باشین بهتون نمیخواین ولی لینکش رو براتون میذارم داخل دیسکریپشن، برین بزنین ببینیم چی داره. چند تا گزینه داره، دانلود شما کار داریم که میزنید دانلود میشه و یک برنامه خام راحت بهتون میده. اونم همینه که مثل تیلانچه نیست مستقیم رو دسکتاپ باشه، نه یک پوشه پوشه یک برنامه یا یک اگزیه که با کلیک چپ دابل کلیک چپ میتونین وارد اون لانچر ماینکرافت بدراک ادیشنتون بشین. محیطش تقریبا شبیه به ماینکرافت پوجاو لانچر گوشیه که باش میتونین جاوا بازی کنید. حالا نمیخوام الان محیطشو بهتون نشون بدم، آخر سر بهتون نشون میدم وقتی کرک کردیم. حالا یک برنامه دیگه هم هست. حالا شما وقتی ماینکرافت لانچر دانلود کردین خب میتونین ماینکرافت بازی کنین. همونطور که اول ویدیو دیدیم نمیتونین کاری بکنین، فقط یک مپ میتونین بزنین، اونم پلی بدین. بعد از 5 دقیقه میگه ماینکرافت درستشه بخیر اگه میخوای واقعا بازی کنی. بگن هی ارور میاد، میگه ماینکرافت دیوانت میکنه. وارد گوگل میشین. شما وقتی این سایت رو سرچ کردین ماینکرافت لانچر دانلود کردین، یک چیز دیگه هم هست که شما باید چیکارش کنین؟ دانلودش کنین به نام اوبیت. اگر اسمشو درست گفته باشم یوبیت آنلاکر. آره یوبیته. میذاریم سایت اول. بعد چون صاف 98 هم داره ولی من بهتون میگم از سایت رسمیش دانلود کنین. وقتی چیزی که رایگانه رو میتونین دانلود کنین و ازش استفاده کنین چرا برین کرکش کنین؟ حالا فری دانلودر داره. وقتی دانلود میکنینش یک چیز هست مثل اینه که میتونین چیکار کنین؟ بزنین روش و مثل بقیه برنامه هایی که داخل سیستمتون نصب میکنین این هم نصب کنید و تمام شدش رفت. حالا خواستین لانچش کنین، گزینه لانچش فعال کنین، نخواستین هم نکن. بعد یک چیز دیگه هم که ما میخوایم این فایل ماینکرافت 64bits.zip که اینجا هم داریمش که زیپ ای پوشه چیزش. پس ما با این کار نداریم، ما این پوشه فشرده شدهشه، پوشه استخراج شدهشه. وارد یوبیت آنلاکر میشیم، یس میزنیم.
بعد ما 2 تا فایل میخوایم از این برداریم. 2 تا فایل، یکی سیستم 32 به نام این windows.application.model.store.dll، چون 2 تا DLL که باید شما نصب کنید. حواستون باشه که چیز دیگه ای رو شما پاک نکنی به جاش اینا رو بریزی، وگرنه احتمال داره کامپیوترت خراب بشه. و اگر مثلا تو کارت تو کامپیوتر مثلا فایل یعنی سیستمت ارور داده میگه بیا تعمیرش کن و یک سری ارورای همچین چیزی مال ویندوزه که اگه شما تعمیر کنی باعث میشه این DLL ها پاک بشه به صورت خودکار. البته چون برای من قبلا کرک بوده و الان امروز متوجه شدم این ارور اومده میگه ماینکرافت کامل بخر و کرکش پاک شده، احتمال میدم این DLL های منم پاک شده باشه. ولی حالا میگردیم ببینیم اگر پاک شدن که هیچ، اگر نشدن یک روش بهتون میگم که چیکار کنین که بتونین دوباره این کار رو انجام بدین. حالا میریم دنبال Windows Application Model.dll. اوکی، پیداش کردم، سریع هم بود. Windows.application model.store.dll که سلکتش میکنین با کلیک چپ یا انتخابش میکنین، اینجا اوکی رو میزنین و ما چون رفتیم از داخل سیستم 32 آوردیمش این فایل سیستم 32 که داخل پوشه هست هم میایم تلوپس میندازیم. چیکار میکنیم داخلش اینجوری انداختیمش. ولی قبل از اینکه ما این رو بندازیم دوستان من یه خرابکاری کردم، پاکش نکردم، باید پاکش کنم. بذارین دوباره برم دنبالش. ویندوز سیستم 32 دنبال پوشه میگردیم. اوکی میزنین. وقتی انتخاب کردین میای این فلشو، نه این آنلاکا، نه این فلشو میزنین آنلاک اند کپی اند دیلیت، ببخشید آنلاک اند دیلیت میزنین، اوکی میکنین. این DLL الان از رو سیستمتون به صورت کامل پاک شد. میایین رو سیستم 32 میزنین و اینو انتقال میدین داخل این. اگر ویندوزتون رو الان فهمیدم چرا مال من کرکش پاک شده. اگر ویندوزتون رو اگر شما بیاین بگیرین ریستارتش کنین، کلا DLL ها از اول میان و شما مجبور دوباره کرکش کنید. پس آپدیت نکنید تا جایی که امکانش هست. الان گرفتیم اینو پاک کردیم DLL اول و DLL دوم ریختیم. وقتی DLL دوم میریزین داخل اینجا میزنین unlock and copy و دقیقا همون مسیر رو طی میکنین که قبلا شما طی کردین. ویندوز 32 رو پیدا میکنین. خواهی میکنم گفتم ویندوز 32 سیستم 32 رو شما پیدا میکنین و همین پوشه رو که شما سلکت کردین دیگه کافیه، نمیخواد کار دیگه ای بکنین. اوکی رو میزنید. الان DLL اول به صورت کامل ریخت داخل سیستم. اگزیت میزنید. دوباره فایل رو باز میکنید. ما با این برنامه با این DLL کادیم سیز واو 64. حالا احتمال داره اسمش اشتباه گفته باشم ولی خب حالا مهم نیست. دنبال همین سیس واو 64 میگردیم. اینا پیدا شد. واردش میشیم میگردیم دنبال همون DLL که مثل اسمش مثل DLL قبلیه به نام Windows Application Model.store.dll. حالا اینجوری برام دنبالش خیلی بهتره. اوکی پیداش کردم. اوکی میزنم. DLL unlock and delete رو میزنم. اوکی میزنم. میایم دقیقا همون DLL رو تلوپس میندازیم داخل این و unlock and copy Windows
ویندوز دوباره میایم همون سیز و 64 رو پیداش میکنیم که پیداش کردیم. خیلی راحت تر بود و اوکی رو میزنیم و الان ریخت DLL دوم و اگزیت. حالا اینجا دو تا حالت داره، یکی با اینترنت وارد بدراک لانچرتون بشین، یکی بدون اینترنت وارد بدراک لانچرتون بشین. اگر با اینترنت داره چین احتمال داره یکم تأخیر داشته باشه ولی باز هم یاد بستگی به سرعت اون اینترنتی داره که شما دارین ازش استفاده میکنید. البته من الان میام اینترنت هم قطع میکنم از اون سیستم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب میبینین که کرش کرد، خیلی راحت دوباره میخوایم وارد کرش میکنه و باز هم کرش میکنه، چیز زیاد غیر طبیعی نیست. دوباره با اینترنت الان میخوایم واردش بشیم، امیدوارم با اینترنت بیاد دیگه. در صبر میکنیم تا این لودینگش تمام بشه. خب من الان سیستم ریستارت کردم، دوباره میخوام تست کنم، امیدوارم این دفعه بدراک لانچر لانچ کنه ماینکرافتمو. خیلی ممنونش میشم. همونطور که میبینین نمیکنه. بزنین دیگه مجبورم با هم اینترنت بیام. اوکی بالاخره ماینکرافت بدراک گلوم گرفت انقدر دیر اومد دیگه. بالاخره ماینکرافت بدراک لانچرمون لانچ شد به هزاره بدبختی با اینترنت. شما هم اگر دیدین اینجوری کرش میکنه میاد بیرون دیگه، خودتون با هزار یک سعی تلاش بتونین واردش بشین، چه با اینترنت چه با فیلش چه بدون فیلش، چه با نت ایران چه با نت همراول، چه اصلا بدون هیچ کدوم از اینا. بالاخره سعی کنین با یک دونه از اینا بتونین وارد ماینکرافتتون بشین. من الان اینترنتم چو قطع کردم اومد بیرون ولی وصلم هنوز و همینطور که میبینیم من میتونم بیام ماینکرافتم و حتی کریتیو کنم، حتی سروایو کنم، حتی بیام هاردکورش کنم، حتی میتونم مولتی پلیرش کنم، حتی میتونم ریسورس پک بزنم و هزار یک کار دیگه میتونم بکنم. حتی میتونم برم داخل سرورهای ماینکرافت چون الان آفلاینم نمیتونم بیام، چون همونطورم که میدونین آفلاینم اکانت هم وصل نمیشه. اگر مشکلات هنوز داشتین برای ماینکرافت بدراکتون حتما به من داخل کامنت ها بگین و ازتون یه خواهش دیگه دارم که باید به این نکته هم برای نصب ماینکرافت بدراک لانچرتون و کلا ماینکرافتتون رعایت کنین، اینه که بیاین اگر سیستمتون رمش زیر 6 گیگه کلا از ماینکرافت بدراک مثلا بیاین منصرفش، اصلا نرین سراغ بازی. زیر 6 گیگ رم اصلا نرین سراغش و کلا 1-2 گیگ هم بیشتر حافظه نمیخواد. مهم نیست HDD باشه یا SSD، حالا مهم نیست. پردازندتون حتما نسلش 5 به بالا باشه، مهم نیست چقدر CPU، مهم نیست چند هسته‌ای باشه، ولی بیشتر از نسلش بالای 5 باشه خیلی بیشتره، بهتره. حالا میتونید تست کنید خودتون، یه بعضی اوقات شانسی میگیره شانسی نمیگیره دیگه، اون بستگی به شانس شما داره که آیا بشه یا نشه. بازم خیلی ممنونم که این ویدیو تا تماشا کردید. اگر نشد تو کامنت ها به هم بگین، حاضرم 100 تا ویدیو دیگه درست کنم که حتما یکیش بالاخره شما بگیره. و مسئله بعدی هم که هست، حتما این ویدیو لایک کنید و برای دوستتون هم بفرستین که اونم بیاد ماینکرافت بدراک بریزه و با هم دیگه برین سرور آترنوس بزنین و بازی کنین. البته یک روش ساخت سرور هست، البته پولی، ولی تو داخل ایران کاملا قانونی و راحت پرداختش، به صورت تومان شما پرداخت میکنین و اگر خواستین میتونم اون روشم بهتون بگم و شما برین سرور بخرین، اصلا برین عشق کنین از آترنوس 100 برابر بهتر و حتی اگر نت ها ملی شد شما بازم میتونین برین بازی کنین. ممنونم که ویدیو تا تماشا کردید. حتما چنل من رو سابسکرایب کنین. اگر باز هم از این نوع ویدیوهای آموزشی دوست دارین به هم بگین. من زیاد علاقه به ساخت ویدیو آموزشی ندارم چون میدونم داخل اینترنت پر از ویدیو آموزشی شما میتونید ببینید، ولی بازم دیدم درخواست زیاد بوده براتون گذاشتم. اگه درخواست برای ساخت اکانت مایکروسافت هم زیاد بشه باز براتون یک آموزش برای ساخت اکانت هم میذارم. خیلی ممنونم تا اینجا تماشا کردین و لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. این ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستین و خدا نگهدار.